رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب یاری مسعودی پزشکیان، برادر عزیز، خانم ها و جنابان، حضور شما را در همایش تجارتی سرمایه‌گذاری و گردشگری تاجیکستان و ایران خیر مقدم میگویم. مسلم است که بخش‌های تجارت اقتصاد در تحکیم دوستی و شریکی مردمان کشورهای ما نقش خیلی مهم دارند. افزایش حجم تجارت میان دو کشور تقریباً تا 50% در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2023 از موجودیت ظرفیت‌های کافی برای توسعه می‌بایده رابطه‌های اقتصادی دو جانب گواهی می‌دهد. مذاکرات و صحبت‌های امروزه ما با رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب یاری مسعودی پزشکیان بار دیگر نشان دادند که جانب‌ها خواستار پیشبردی واقعی رابطه‌های خود در ساحه‌های گوناگون اقتصاد و تجارت میباشد. جانب تاجیکستان از روند ادامه‌دار مکالمه سازنده سیاسی میان دو کشور اظهار رضایت می‌نماید. در برابر این ما علاقمندی خود را به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری ابراز می‌داریم. تطبیق طرح‌های نیروگاه سنگتودادو، نقل استقلال و چندی از لایحه‌های دیگری خردمیانه از دستاوردهای مهم همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایران هستند. این دستاوردها بی‌شبهه به تحکیم دوستی و رفاقت میان دو کشور و دو ملت مساعدت می‌کنند. اطمینان داریم که تطبیق عملی برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور تا سال 2030 نتیجه‌های نظررس به بار خواهد آورد. در پیشبرد همکاری‌های دو جانبه ما کمیسیون مشترک بین حکومتی همچنین دیگر ابزارهای مشترک همکاری بخصوص شورای صاحبکاران و کمیته مشترک سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهم داشته باشد. روز گذشته در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مکالمه نمایندگان بخش خصوصی دو کشور دایر گردید. در چارچوب این همایش دو جانب 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسانیدند که خودباز یک گواه موجودیت امکانیت‌های فراخ برای همکاری‌های دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری کشورهای ما میباشد. دوستان گرامی، تاجیکستان با ثروت‌های طبیعی فراوان از جمله ذخیره‌های آب با امکانات بزرگ هیدروانرژتیکی، معدن‌ها، فلزات نادر و ظرفیت‌های زیاد گردشگری دارای شرایط مناسب سرمایه‌گذاری میباشد. حکومت تاجیکستان در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 به جلب سرمایه‌گذاری خارجی توجه مخصوص ظاهر نموده آن را یکی از هدف‌های سیاست اقتصادی خود اعتراف نموده است. همزمان در این سند به مسئله شرکت فعال بخش خصوصی در روند جلب سرمایه خارجی اهمیت خاص داده شده است. به اندیشه ما یکی از انگیزه‌های مهم سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری در تاجیکستان این امکان پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری مطابق با تمایل‌های معاصر جهانی جهت گذاشتن به اقتصاد سبز می‌باشد. وابسته به این ظرفیت‌های هیدروانرژتیکی کشور ما که یکی از منبع‌های اساسی استحصال انرژی سبز به شمار می‌روند، امکانات فراوان را پیشنهاد می‌کنند. تاجیکستان از روی ذخیره‌های عمومی هیدروانرژتیکی در جهان جای هشتم و از جهت حصه خاص آنها به هر سری اهالی جای دوم را اشغال می‌نماید. امروز همگی 5% این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است و 98% نیروی برقی تاجیکستان از منبع‌های برقرار شونده استحصال می‌گردد. از روی این نشان دهنده تاجیکستان در جهان در جای ششم قرار دارد. تاجیکستان نقش دارد که در آینده نزدیک
استحصال انرژی را طبق طلبات معیارهای حفظ محیط زیستی تا 2 برابر افزایش دهد. اطمینان داریم که اقتدار بزرگ انرژی سبز تاجیکستان در آینده میتواند نه تنها به نفع ما بلکه دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران استفاده شود. محترم اشتراکداران همایش، ما صنعتی کنانی با صورت کشور را همچون هدف راهبردی انتخاب نمودیم. کشورهای هوسمند می توانند در بخش‌های گوناگون صنعت همکاری سودمند را با تاجیکستان برآورند. در این ردیف صنعت کوهی، متالورژی، ماشین سازی، غذایی و بافندگی، کیمیا و داروسازی، اینچنین استحصال مسائل ساختمان از جمله سمت‌های مورد توجه به حساب می‌روند. بنابراین بنیاد کارخانه‌های مشترک استحصال محصولات دارای ارزش بلندی اضافه شده در این ساحه به نفع هر دو جانب خواهد بود. در برابر این بخش کشاورزی تاجیکستان با در نظر داشت اقلیم مساعد و ذخیره‌های فراوان آب یکی از سمت‌های آینده‌دار به شمار می‌رود. همکاری در سمت‌های پرورش، کارکرد و صادرات میوه سبزیجات، پنبه و پیله ابریشم، شاخه‌های باغداری، عسل‌پروری و چاره‌داری از لحاظ اقتصادی سودآور خواهد بود. در این زمینه تأسیس کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی برای صادرات و مرکزهای لوجستیکی به مقصد موافق دانسته می‌شود. ما اینچنین برای همکاری سودمند با سرمایه‌گذاران ایرانی در رشد بخش‌های مالیوی و بانکداری منفعت‌دار است. ساحه گردشگری نیز یکی از بخش‌های مهم همکاری‌های دو کشور ارزیابی می‌گردد. ما برای رشد اینفراستراکچور گردشگری و استفاده اقتدار بزرگ آن بخصوص گردشگری، کوهنوردی، اکولوژی و سالمگردانی هوسمندیم. جاری نبودن نظام لغو روابط برای شهروندان دو کشور در مدت 30 روز زمینه مساعد را برای رشد همکاری‌های جانبه در این ساحه فراهم آورده است. در عرفه جشن نوروز قرار داریم. ما باید شماره پروازها را خیلی زیاد کنیم. چنانچه معلومات من دارم هر سال در وقت تعطیل جشن نوروز از جمهوری اسلامی ایران تا 12-14 میلیون نفر مردم با گردشگری به کشورهای خارج سفر میکنند با اهل خانواده. برای چی در اینجا آمده سیر و گشت نکنند، هم بهره برند هم تماشا کنند. جشن نوروز این تاریخ و تمدن باستانی ما شماست. من فکر میکنم که این بینیت سودآور است. فقط ما توانیم که به مردم معرفی کنیم از حالا با واسطه اینترنت، با واسطه دیگر راه و روابط که نیست، شرایط خوبی مهمانخانه ها دیگر را از ما وابستگی دارد که مهیا کنیم و شماره پروازها خیلی زیاد کرده شود در این موسم که مردم آزادانه رفت آمد کند. دوستان گرامی، در برابر امکانات و ظرفیت‌های موجود حکومت جمهوری تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگوی ضمانت‌های حقوقی را مقرر نموده است. همچنین در 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان برای فعالیت سرمایه‌گذاری و صاحبکاری شرایط مساعد پیش بینی گردیده است. با صاحبکاران تمام امتیازها را، مخصوصا صاحبکاران که استحصالات تکنولوژی وارد میکنند، از همه چی آزاد است. 5 سال بین شرایط خوب مهیا کردگی است. مرحبا شرکت‌های ایرانی میتوانند از امکانات این منطقه با هدف رشد فعالیتشان در تاجیکستان استفاده نمایند. در تاجیکستان امروز فضای مناسب اقتصادی برای سرمایه‌گذاران فراهم آورده شده است و با استفاده از فرصت همه شما را برای همکاری‌های سازنده و راه‌اندازی طرح و برنامه‌های نو دعوت می‌نمایم. هدف عمومی ما باید تحکیم شریکی با اعتماد به خاطر تأمین فردای شایسته کشور و مردمانمان باشد که از مشترکات زبانی و تاریخی و فرهنگی برخوردارند. اطمینان دارم که نتیجه‌های نشست امروز با تحکیم و گسترش می‌باید جنبه‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری، همکاری‌های دو کشور دوست و برادر مساعدت مؤثر خواهد کرد.
با استفاده فرصت به همه شما مهمانان ارجمند مکالمه سازنده و اقامتی با فراغت را در تایشان عرض دارم. همه تانه صاحب کارا، همه مهمانان حاضرین، من شما را به جشن نوروز دعوت میکنم. ما از پیشروی های جمهوری اسلامی ایران بنیایت خوشحال هستیم. آفرین. ما طرز کار کنیم که توجه ما بیشتر به تربیه کادرها، به علم، به معارف، به تکنولوژیا، به فنهای دقیق، اختراعکارا داشته باشیم، مهندسا داشته باشیم، محتاج و پایبند دیگران نشویم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از مهمان نوازی رئیس جمهور محترم، برادر عزیزمون امام علی رحمان عزیز که انشالله بتونیم با این بیانات زیبایی که داشتن ارتباطات خودمون رو صمیمیتر و عمیق‌تر بکنیم. ما ایران و تاجیکستان یک سابقه تاریخی چندین هزار ساله داریم. ما ملتی نیستیم که تازه به دنیا اومده باشیم، تازه نشت کرده باشیم و این کشورهایی که همینجوری از جای خودشون بلند میشن و بعد بر خودشون تاریخ درست میکنن آنگونه نیست. ما تاریخی طولانی و در کنار همدیگه و با همدیگه داشتیم. وقتی من خیابانهای شما رو، ساختمانهای شما رو، میدانهای شما رو نگاه میکنم همش آشناس برام، برای اینکه از کودکی تو مدرسه، تو دبیرستان، در دانشگاه از رودکی و فردوسی و سامانی و همه اینا در حقیقت ما یاد و خاطره داریم. و خب بچگی از همون اول با همین تاریخ و با همین فرهنگ و با همین باور بزرگ شدیم. پس لازمش این که ما بتونیم اون رو دوباره با قدرت ادامه بدیم، طبیعتاً یک ساختار مناسبی میخواد که در این ساختار این ارتباطات بتونه شکل بگیره. حالا این ساختار به صورت کمیسیون مشترک تجاری است که خب هر مقدار این عزیزان و شما برادران و خواهرای ما بتونید در درون این ساختار نفوذتون رو و برنامه‌تون رو بیشتر و عمیق‌تر بکنید، طبیعتاً ارتباط ما رو در این روند افزایش خواهید داد. برنامه‌هایی که برادر عزیزم الان مطرح فرمودن، جناب امام علی رحمان بزرگوار، یک بحث‌های گردشگری بود که مفصل بر ما گفتند و گفتید. این ارتباطات اگر ما قوانینی رو هم که داریم، چون یه قوانینی ما داریم، یه قوانینی شما دارید، این قوانین رو برای این رفت و آمد و سرمایه گذاری و تجارت تسهیل کنیم. اگر بتونیم این روند رو کاری بکنیم که شما راحت بتونید بیاید ایران سرمایه گذاری کنید، تجارت کنید، ما راحت بتونیم بیاییم تاجیکستان سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم، ما اگر بتونیم در رابطه با بحث علمی و تکنولوژی و اقتصادی و فرهنگی خیلی راحت با هم دیگه رفت و آمد داشته باشیم که این هم میتونه از طریق هوا و هم از طریق قطار و زمینی با این روند شکل بگیره، این روند بیشتر و بیشتر میتونه بین ما و شما شکل بگیره. این قوانینند که باعث رشد ارتباطات میشن یا مانع ارتباطات میشن. اگر ما بتونیم این قوانین رو برای همدیگه تسهیل کنیم، آسان کنیم، خیلی راحت‌تر خواهیم توانست با همدیگه تجارت کنیم، با همدیگر گردشگری رو تقویت کنیم، سرمایه گذاری در کشورهای همدیگه شکل بگیره، توسعه پیدا بکنه و بر مبنای این سرمایه گذاری تجربیات بین ما و بین شما تبادل بشه. کشورهایی که با همدیگه ارتباط دارن قوی‌تر از کشورهایی هستن که
مرزهای بسته دارن. ما اینجاییم تا بتونیم با شما عزیزان که و همین راحتی که میتونیم با همدیگه گفتگو کنیم بدون مترجم، بدون به اصطلاح واسطه، روند خودمون رو راحت با همدیگه حل کنیم. این خیلی امتیاز بزرگی است که با همدیگه باید داشته باشیم. انتظار من این هست که کمیسیون مشترک در رابطه با این مسائل یه مقدار برنامه‌ها رو عمیق‌تر و درست‌تر ببینن. ما در دولت و انشالله رئیس جمهور محترم در دولت تاجیکستان مقررات و قوانین و عوارض گمرکی و تجارت ترجیحی بین همدیگر رو باید افزایش بدیم تا بتونیم راحت با همدیگه تجارت کنیم. ما از طرف خودمون در ایران آماده ایم همه موانع ممکن رو که بر سر سرمایه گذاری و تجارت و مسائل این گونه هست رو حذف بکنیم. یعنی هیچ مانعی برای اینکه با کشور عزیز و دوستمون تاجیکستان رابطه برقرار کنیم، تجارت کنیم، علم رو، صنعت رو، فناوری رو و کشاورزی رو و تجربیات مختلف در این رابطه رو با همدیگه تبادل کنیم، هیچ مشکلی نمیبینیم. نه تنها نمیبینیم بلکه استقبال میکنیم که با همدیگه بتونیم این روابط رو صمیمانه‌تر بکنیم. احساس بکنید که ایران یک سرزمین دیگه است که شما اونجا زندگی میکنید. احساس کنیم که تاجیکستان یه سرزمین دیگه است که ما میتونیم در اونجا زندگی کنیم. یعنی احساس غربت نکنیم، شما در ایران، ما در تاجیکستان. و اگر بتونیم یک چنین ساختاری رو درست کنیم، قطع و یقین هم شما موفق برنده خواهید بود، هم ما برنده خواهیم بود. هم شما خواهید توانست امنیت رو، سلامت رو و رشد رو در تمام زمینه‌ها به پیش ببرید و ما هم خواهیم توانست در همه این زمینه‌ها پیشرفت کنیم و رشد کنیم. هماهنگی ما نه تنها در بخش‌های اقتصادی، در سازمان‌های بین‌المللی ثابت شده است. ما از کشور برادر و دوستمون تاجیکستان تشکر می‌کنیم که در اکثر این مجامع بین‌المللی در رابطه با همراهی با جمهوری اسلامی همیشه همراه ما بودند و این قابل قدردانی است. و ما نیز این همراهی رو با کشور عزیز و برادرمون تاجیکستان قول میدیم و تعهد میکنیم که همیشه همراه این کشور عزیز و دوستمون باشیم و امیدوارم این جمع شما باعث بشه که سرمایه گذاری، تجارت رونق بیشتری پیدا بکنه و این ارتباطات صمیمیتر بشه. اگر شما بیایید ایران، ما بیاییم تاجیکستان، با هم سرمایه گذاری کنیم، اگر بازار ما و بازار شما برای همدیگه باز باشه، مقررات از مسیری که الان ممکنه مانعی درش باشه حذف شده باشه، من مطمئنم که هم شما موفق خواهید بود، هم ما با شماییم، شما هم با مایید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم و خیلی تشکر میکنم از مهمان نوازی شما. خیلی ممنونم. موفقیت برای کار. بیاین مبلغ زاری بکنین، نمیکنین همچون خانه اختان بیاین. من اولین شده روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراهی فرزنداتان بیاید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین‌های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگی مشترک داریم، چنانه که دوست و برادر ما جناب عالی در اینجا ابراز داشتن. حالا یه شعرم از رودکی بخونم، اون بچگی یاد گرفتم، حالا همینجا یادم میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیانت آید همی. ما خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
ارادتمند.